من واقعیتش از رها خوشم اومده بود چند دیگه برش دار ببر. چیو برش دار ببر؟ من دوستش دارم. غلط میکنی دوستش دارمه. ای من هیچی نمیگم. تو چرا خودتو بدبخت کردی؟ من خیلی خوشبختم. تمام خوشبختی ابوالفضل داری؟ ببخشید ما نیومدیم اینجا به شما بپرسیم آیا ما میتونیم این کارو کنیم. یا ما رو انتخاب میکنی یا رها رو. رها رو. خدافظ. بین خوبتر و خوب معلومه خوبتر انتخاب. به لطف شما ما خونه میگیریم، ماشین میگیریم. تمام شد. بابا خیلی فهمیده. بعد اومدیم مهمونمون رسیدن. مهموناتون کیه؟ مهمون خاص. سلام. چطوری؟ سلام. چطوری؟ بیا بشین اینجا. خوش اونجا. بزنی یه ذره بیشتم جلوتر. خوب هستی شما؟ شما خوبی؟ سلامت باشید. سلامتی. معرفی نمی‌کنی؟ رها رو مگه نمیشناسی؟ چرا؟ فامیل چیکار هماسه می‌کنی؟ جا؟ با تو چیکار می‌کنی؟ الان بهت میگم. من واقعیتش از رها خوشم اومده بود توی شهرستان که دیدمش. بعد اون دیگه مام باباش اوکی ندادن، من برداشتم آوردمش که از این به بعد میخوایم با هم باشیم. مستقلم دیگه. من به سن قانونی رسیدم. مستقل هم هستش، به سن قانونی هم رسید. یعنی میخواد مدام بمونه پیش تو؟ بله. مشکلی با هم داره؟ زندگی کنیم. جان؟ مشکل داری با شما؟ من مشکل ندارم. خیلی منتها ممنون. بحث اینجاست که تو خودتو یکی به زور نگه می‌داری. تو می‌خوای کجا؟ من نگهش میدارم. آره بابا. شما نه با هم دیگه خونه میگیریم. تو چادرم اوکی میزنیم. تمام شد. من قانعم. جدی داری میگی؟ کاملا جدی هم. خوشبخت باشی. یعنی قربان چی شما. خوشبخت باشین؟ تو مگه مامان بابا نداری؟ این مگه مامان بابا نداره؟ چرا مامان باباش خب وقتی بدونن دیگه با من نمیتونن دستشون وقتی بهش فهم- نمیرسه، خب دیگه قبول میکنن دیگه با من باشه. تو این دختر مردم ورزشی فراری دادی؟ بله. تو با چه عقلی با این با فراری فراری؟ چه حرفیه؟ من خودم با پای خودم اومدم. خب دیگه با مامانت راضی نبودن. مامان باباش هم دیگه باید راضی بشن دیگه. برش دار ببر. چیو برش دار ببر؟ دایی من دوستش دارم. غلط میکنی دوستش دارمه. ای من هیچی نمیگم. خودتو یکی به زور نگه می‌داره. دختر مردم آورده چیکار؟ این دیوونه است بلند شده با تویی که هیچی نداری بلند شده اومد اینجا. خونه ماماینا میمونم تا پول آره دستم بیاد. مامانت هم خونه اجاره رضایت می‌کنم. داد رها بیاد بمونه پیش تو. چرا از رها کی بهتر؟ رها کاری ندارم. رها خیلی هم دختر خوبیه. خب واسه چی باید بمونه پیش تو؟ تو عقل نداری. چند سالته؟ 22. 22. این چند سالشه؟ 21. آفرین. به تمام سن شد. بلوغ هم رسیدی. خیلی وقته بابا. یه دیگه پرش میگه به سن کردم. قانونی با چه عقلی رسیدم. بلند شدی بدون اجازه با مامان؟ عقل خودم. چقدر خوب. بابا چه عقلی میخواد دایی؟ مگه چیز بدیه؟ شما تنتون داغه فعلا هیچی نمیفهمید. میخوایم بریم سر خونه زندگی، ماشینمونو میگیریم، خونه‌مونو میگیریم، تشکیل خانواده‌مون هم میدیم. تمام شد. یعنی من دیگه با حرف احترام نزنم. نه با احترام عرض کردم. این الان اینجوری جواب میده بریم فردا چی میخواد؟ من خودم بهش گفتم اینجوری باشه. گفتم هر کی هر چی گفتش با من جوابشو بده. منم میدونستم که دیگه میخوام نباید گفتم من اووردمش اینجا ما واسه چیز دیگه، واسه آشنایی. الان کل خانواده هم میخواد بیاد، کل خانواده هم میخوام ببینمش. بعد مامان بابای تو میدونن؟ مامان بابای منم میدونن. میدونم ولی رضایت نداره. رضایتشو که فعلا نگرفتم ولی میگیرم به زودی. همه چی آروم آروم دیگه. آره دیگه پله زندگی پله. همینه. تو چرا خودتو بدبخت کردی؟ من خیلی خوشبختم. تمام شد. خوشبختی ابوالفضل داری؟ آجی اینا دیوونه میوونه ها. چرا بدبخت؟ مگه من چی ندارم؟ ما زن رو با رضایت گرفتیم نتونستیم نگه داریم. حالا شما نتونستی نگه داری دلیل بر نیست ابوالفضل نتونه نگه داره. تمام شد رفت. شما دیر به سن بلوغ رسیدی، ایشون زود به سن بلوغ رسید. میخواد از الان زندگیشو جمع کنه. بده بگو بده. حرفاش درسته دیگه. عزیز من ببر خونه‌شون مثل آدم. خب وقتی مامان باباش قبول نمیکنه کجا ببرم خونه‌شون؟ ببرم خونه‌شون چیکار کنم؟ خواستگاریش 3 بار برو خواستگاریش، نه اینکه از خونه فراریش حالا بدی. من فراری آشنا میدم. بشیم یا نه؟
بابا شما چرا از آخر شروع میکنید؟ میخواید بچه داشتید بعد ببینید همدیگه رو میشناسید یا نه؟ چرا از آخر شروع میکنید شما؟ آقا پیسته. پیسته چیه؟ شما با هم فرار کردید دیگه خب. ننه بابا اینم راش نمیدن تو خونه. راش ندن. بعد تازه میخوای داشته از این به بعد دیگه کلا میخواد با من باشه تو دیگه. شیر مرد داشته شد اینا؟ بله. اگه خاک اون شیر مردو. رونق داشت. والا من که خوب میخوره بوده. کم کما. پاشو بریم اصلا. داره بهش برمیخوره. آره دیگه داره بهش برمیخوره دیگه. میخوایم بریم. پاشو بریم. نه قبلش متوجه. داره بهم برمیخوره. چی برمیخوره بهتون؟ حرفایی که داری میزنی. داره میگی تو که میدونی من خوشبختی و تو رو میخوام احمق. میدونم. یا این باشه یا 10 تای دیگه این باشه یعنی اصلا ما واسه خوشبخت من نیست نه. دیگه؟ یه لحظه گوش کن ببین چی میگم. اصلا مهم نیست کی باشه اینجا. من مهم اینه که تو خوشبخت بشی. ولی این راه درستش نیست. راه درستش چیه؟ بابای تو با باباش صحبت میکنی؟ بابای رها چیه حسین میشه؟ سرمایه بابا. خب بذار بسپار به حسین با باباش صحبت کنه. همه صحبت کردن. اما قبول فرض. نمیکنه. این انجام شدنی نیستا. جمعش یه میکنه. خون میادا. اوی چی چه میگی خونی آخه؟ بابا؟ من چی کم داره؟ نه شما خودت تو آینه نگاه میکنی بعد نظر بدی راجع به کسی؟ زندگی آقا خودمونه. چی کم داره؟ یه لحظه ببخشید ما نیومدیم اینجا به شما بپرسیم آیا ما میتونیم این کارو کنیم به نه شما ما بپرسیم چی؟ از شما بپرسیم. خب بابا باشه. نه بپرسیم ازتون داریم اطلاع میدیم بهتون که مطلع بشین. خدا رحم کنه بهت. نه بابا با من که اینجوری نیست. نه من من خیلی مهربونم. من خودم گفتم هر کسی با بد صحبت کرد بد صحبت کن. دایی فرق میکنه دیگه. از این به بعد با دایی خانم صحبت کن. ببخشید مثلا تموم شد. اش کردی؟ نوکرت هم هستی. هرچی شما آمدم کردی یا یه هرچی شما قلومتم دایی. باری کرد. گرد شما اصلا بگو. هم دارم میرم خونم. بابا این کار به خب صلاحیت نیست. چیش به سلام نیست. خب بذار من بیام بشینم اونجا صحبت کنم ببینم چیش به با سلام. نسا جا تو عوض بابا کن. دایی تو شاشت کف نکرده چی میگی؟ 22 سال من کمه. آره کف میکنه تو 21 و نیم کف میکنه. من 22 من کمه. احمد به صلاحیت نیست. یه ذره بلندتر حرف بزنید من نگاه کن. بشنویم. میخوای نباشم صحبت کنی جلو روم داره میگی به صلاحت نیست و اینا. شما هم نه. به صلاحیت نیست خانم. شما من به هم صلاحمه. خیلی خوبی هم خیلی با ادبی. سلامت باشی. بعد اینکه واقعا با ادبی. خدا رو شکر دایی ندارم اینجوری گیر بده حالا بهم. بابا من گیر نمیدم که گیر این- نیستش. میخواد خوشبختی من واقعا خوشبختم. از همین الان دارم بهت میگم یا خوشبختم. از این به بعد ما رو انتخاب من گوش یه کن. لحظه به من دایی تو رو گوش خدا بده. این دوراهی یه لحظه رو به من نداری، گوش بده. دوراهی من خیلی می‌تونم سخته. کنم خوشبخت بشم. آره خب من پیش رها حالم خوب تمام شده. پیش ما بابا حالت بی بده؟ خیال تو رو قرآن یا ما رو انتخاب میکنی یا رها رو رها رو خدافظ. بین خوبتر و خوب معلومه بچه خوبتر فیلم انتخاب سنگوزی هم می‌کنی. من بیشک بدون بی برو برگرد رها رو رها. انتخاب میکنم. فیلم سنگوزی هم برو خب برید یه با هم عروسی زندگی کنید. افتادیم کجا دیگه، می‌خواید نه؟ زندگی کنید؟ میریم یه عروسی افتادیم یه یا چند نه؟ وقت تو خونه شما خودمون فاصله میمونیم. میشید. خونه خودتون کی؟ پیش مامان بابا. بابا ابوالفضل ما من اونا رو راضی میکنم. راضی هم نشم باید راضی بشم. باید لازم باید. شما باید. دو تا ساز گرفتید تو دستتون هر کاری کنید ما باید برقصیم نه؟ بله. آو آو. باید. ببخشید دایی ما از اون خانواده‌اش نیستیم شما شاید- دیگه بعدش یه خونه اجاره میکنم. دوتایی با هم کار میکنیم. من که شغلمو دارم. میدونی که هر چی نیاز داشته باشی من واسط فراهم میکنم میدونم من- سر همون من- اومدم با تو اولین نفر آشناش تو اصلا کنم. حالت با اسم چی بود؟ رها خانم. رها با رها خانوم هم حالت خوبه به خدا منم کمک میکنم این درست نیست خب شما این بزرگترش نیستین بزرگتر منم هستین. خدا شما رو حفظ او از کنه. این حرفا بلدی بله. شما به لطف شما ما خونه میگیریم ماشین میگیریم. تموم شد رفت. بابا خیلی فهمیده است. بعد اومدیم اول به شما گفتیم ما شما رو بزرگتر دونستیم. نه آره دمتون گرم درستش نیست اجازه بده من با باباش صحبت بکنم اگه واقعا قصدتون ازدواجه چشم یه کاریش میکنه یه سنشون زیاده دیگه. نه بابا دایی تو بگیم خبری رابطه فاتی بگیم بهشون. بابا من نه. فاتی فکرم بگیم از بهشون. تو اومد. خب در برابر دوربین مخفی قرار گرفتی. دوربین مخفی. رگ غیرتت میزنه بیرون واسه ما. فقط از خانواده خودم اش ما کردی؟ نیستیم یه جد بیا 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 بیا. اصلا قهرم خدا نه دیگه خدا نگه دار. ناخونم
بچه‌ها بشین رها بیا بذار بریم بیا اینجا لایک و کامنت رو بگیم. هر کی بیا خوش گذاشتم بیا خداحافظ شما بیا چشم پوش گذاشته شکرت از گردن ابوالفضل ثابت شد اومد داره شوخی میکنه. کاش میرفت تازه اومدن. خب بچه ها بیا اینجا وایسا باید در مقابل دوربین بچه ها آی لایک و کامنت و ساب یادتون نره. رها چند تا سوال دارم بفرمایید. رها رو از کجا آوردی تو؟ رها همکارمونه یه از این به بعد خود با هم همکاری کنیم. بله تازه یه بزرگتره. میدونی که باید نامه کتبی به من بدین شما هم من درخواست کنید تا من رضایت بدم شما بخواید اول خدا خدا من گناه دارم. زن تانه میارم خوش ندیا. من شوخی میکنم واقعا جدی داریم بله همکاری. که از رها خانم قابل تر قربان شما. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. اونجا هم دوربین هستش. حرفی نداری؟ خیلی خوشحالم از آشنایی باهاتون. دیگه هستم دیگه با کی؟ با دوستان. دوستان کیه؟ دوستانی که میخوام ویدیو رو ببینن. با شما نه. زود رفتی آره فعلا خدا حافظ.